روزی لقمان حکیم در نصیحت به پسرش گفت: ای پسرم، از یک چیز بپرهیز که واقعا شایسته پرهیز است. پسرش فرمود: چه چیزی؟ گفت: بر حذر باش از این که چنان در برابر مردم به نظر بیایی که گویا خدا ترسی، در حالی که قلبت مملو از گناه و فجور است. بنابراین ممکن است که بیشتری از ماها گرفتار چنین خصلتی باشیم، اما به جای آن بیاییم قلوبمان را مملو از ایمان و تقوای الهی ساخته تا اینکه محبوب قلب‌های مردم و باعث کسب رضایت الله سبحانه و تعالی شویم. سلام علیکم و رحمت الله.